نام گرا داده و با اون گرا میدن توپخونه، دیدبانای توپخونه با اون وسیله گرا میده. یه چیزی تقریبا گرداله مثل قطنما میمونه، وسطش یه دونه سیم داره. اینو میگیرن روبروی تانک یا آیپا، اینو میبندن. هر شماره که اونجا باشه به توپخانه میگن و توپخانه شلیک میکنه، درست میزنه به هدف روی تانک یا آیپا. ولی تو زندگی اگر این گوتنما رو یک میلی اینور اونور باشه، اونور 2 کیلومتر تو اونورتر میفته. تو زندگی آدم اشتباهاتی که میکنه آدم رو 10 سال عقب میندازه و اینه که بعضی انسان ها تو زندگی میبینی که دچار مشکل میشن، اینه که یک ذره غفلت آدم رو 10 سال عقب میندازه. اینم یه نکته بود که گفتم تقدیم نگاهاتون بود.